بخونید. چرا ما باید شاهنامه بخونیم؟ گذشته ما اگر به خوبی بررسی بشه راه آینده ما رو روشن میکنه و شاهنامه مربوط به گذشته ماست که استاد فردوسی با توانایی بسیار و اوج دانایی که داشته تمام داستان گذشته رو بیان کرده به صورت شعر و زیباترین شعر. نمیشه که انکار کرد و شاید در هیچ کشوری به این زیبایی شعری در راجع به گذشته اون قوم گفته نشده. یعنی که با تمام توانایی و زور و کاری که میتونیم در موردش انجام میدیم، چه به خوندن، چه نوشتن و چه انتقال مفهوم فکر خوب ایرانیان گذشته، پادشاهان، زال، رستم، همه منتقل بشه به نسل جوان ایران که سرزمین ایران رو به همون زیبایی درست کنه.